با توجه به اینکه خط دفاعی پرسپولیس امروز تا این لحظه بازی خوبی رو ارائه داده. بله. هم در مجموع خیلی خوب پوشش داده، هم در مجموع خیلی با نفرات بیشتر در محوطه جریمه دفاع کردن. حالا امیدواریم که در نیمه دوم بازی زیباتری رو نسبت به بازی هفته اول ببینیم که با توجه به اینکه نیمه اول هم بازی خوبی رو از هر دو تا تیم شاهد بودیم. گل دوم که الان می‌بینیم خب بیرانوند به نسبت بازی اول، البته این همچنان گل اول مسابقه است که علی کریمی زد. بیرانوند که در بازی قبل چهره خیلی شاخص بود، در این مسابقه به خصوص روی گل دوم یه مقدار مقصر بود. من فکر کنم تو برخوردی که با کاربریو داشت تعادلش به هم خورد و اینجا کار زیبای آقای کریمی که از تجربه بالاش استفاده کرد تونست به این گل قشنگ نمیشد گفت خطاست. حالا آقای بیرانوند ولی نمیدونم حالا موقعی که تعادلش به هم خورد، حالا اونم بعد از یه کارشناس داوری میپرسیدیم که شاید وقت نداریم، ولی به هر حال کریم باقری بازم برگشتش بسیار عالی بوده. بله. به نظر من که آقای نصیرزاده به عنوان کارشناس داوری اعتقاد داشتن که پنالتی اتفاق نیفتاده و خطای روی محمد منصوری صورت نگرفته، یه برخورد عادی بوده که نمیتونست خطای پنالتی باشه. به هر حال این هم همون تصویر صحنه بود که باعث شد گل سوم زده بشه، یه مقدار فاصله زیاد بشه بین برق شیراز و پرسپولیس.